به بدن خود اعتماد کنید و اجازه دهید هر چه می‌خواهد به شما بگوید. اگر نیاز به مکث دارید، به خودتان این فرصت را بدهید و زمانی که آماده بودید، به آرامی به این دنیای زیبا بازگردید. چشمانتان را با عشق ببندید و نفس عمیق بکشید. احساس کنید هوای تازه به آرامی درون شما جریان دارد. بالا و پایین مانند یک رود آرام. بگذارید نفسهایتان طبیعی و راحت باشند. هر بار که نفس می‌کشید به آرامش بیشتری دعوت شوید. به وزن گرانش توجه کنید و نقاط تماس بدنتان با سطحی که روی آن نشسته اید را احساس کنید. از هر عضله‌ای که نیازی به فعالیت ندارد بخواهید که شل و سنگین شود. در این لحظه فقط همین حالا اهمیت دارد. شما اینجا هستید برای خودتان. احساس کنید که چگونه سبکی در درونتان شکل می‌گیرد و از این حس خوب که هدیه‌ای از زندگی است آگاه باشید. شما برای خودتان اینجا هستید و این لحظه را جشن می‌گیرید. نفس عمیق و آرامی بکشید و اجازه دهید که هوا به آرامی در قفسه سینه و شکم شما پر شود. هنگامی که آماده بودید، با بازدمی نرم و ملایم همه چیز را رها کنید. این زمان شماست. به خودتان اجازه دهید که در این لحظه بمانید و از آن لذت ببرید. به آرامی عضلاتی را که نیازی به استفاده از آنها ندارید شل کنید و آگاهانه احساس کنید که انرژی قلبتان در حال حرکت است. تصور کنید که از بالای سرتان به سمت کف پاهایتان متصل هستید. گویی یک رشته طلایی از زندگی شما را به هم پیوند می‌زند. این رشته شما را به عمق وجودتان متصل می‌کند. به این احساس اعتماد کنید. حتی ممکن است این اتصال به شکل نور درخشان یا مروارید زیبا به نظر برسد. چند لحظه به این احساس عمیق توجه کنید و اجازه دهید که انرژی درونتان جریان یابد. شما در اینجا هستید و این تجربه شما را به زندگی متصل می کند. حال می توانید نور را از این ستون انرژی به سمت بالا بکشید تا به چاکرای تاج در بالای سرتان برسد. هر بار که نفس می کشید این نور را احساس کنید که درون شما جاری می شود. هنگامی که آماده هستید با یک آه عمیق نفس خود را بیرون دهید و تصور کنید که این انرژی به قلبتان می رسد. به این احساس روشنایی و آرامش متصل بمانید. زمانی که آماده اید از این مدیتیشن خارج شوید. با دقت و حساسیت نسبت به احساسات و انرژی خود این کار را انجام دهید. به آرامی با دنیای اطراف خود هماهنگ شوید. شانه‌هایتان را بچرخانید، انگشتان دست و پا را تکان دهید و وقتی که حس کردید آماده اید چشمانتان را به آرامی باز کنید و به دنیای بیرون خوش آمد بگویید.